بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، این قسمت دوم است از جواب و مقاله های ابو اسماء و در قسمت اول من درباره خودی موضوع صحبت کرده بودم، یعنی اصلی موضوع چی هست، و گفته بودم که اهل سنت و الجماعت مذهبشون مذهبی اثبات است، یعنی صفتهای الله عزوجل را برای الله ثابت میکنند و تأویل و تفویض و تشبیه و تجسیم و این چیزها را نمیکنند، تعطیل و این چیزها را نمیکنند. و اما اهل بدعت مذهبشون این است که این آیت و حدیث ها را دلالتش رد میکنند، نمیگویند که این آیت و یا این حدیث و فلان صفت دلالت میکند و اون صفت ما برای الله ثابت میکنیم، بلکه یا تأویل میکنند یا تفویض میکنند یا تعطیل میکنند و گروه از اهل بدعت تجسیم میکنند و تشبیه میکنند و همین طور. و ما گفتیم که اهل سنت و الجماعت برای این مذهب خودشان، برای اثبات این صفت ها، از امامان اهل سنت و الجماعت پیروی میکنند. ما از پس اون امام ها روانیم، مثل امام بخاری، عبدالله ابن مبارک، امام احمد ابن حنبل، سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام ابو داود و امام ابن بطه و خلال و عبدالقادر جیلانی و عثمان ابن سعید دارمی، یعنی و این یعنی صدها ائمه اهل سنت و الجماعت که عقیده اهل سنت و الجماعت در مصنفات خود بیان کردگی هستند. ما از همین ها پیروی میکنیم و دعوت کردیم که برادر ابو اسماء اگر در حقیقت اهل سنت و الجماعت باشی، آنچنانی که دعوا میکنی، پس مرحبا، والله هر چی که سلف در کتابهاشون درباره الله عزوجل گفتیان تو برای ما بیار، اگر ما قبول نکردیم بعد تو ما را حکم کن که ما مجسمه هستیم و مشبهه هستیم و یا که ما اهل بدعت هستیم. لیکن مادامی که برادر چنین کار نمیکنی و برعکس تو داری با سلف مخالفت میکنی، حق نداری که ما را تهمت کنی که ما مجسمه هستیم و مشبهه هستیم و این آن، بلکه هر چی که سلف در کتابشون گفتن، در اون کتاب‌های عقیدویی که هیچ کس نمیتوند اونها را رد کند. یعنی مثلا امام بخاری کتاب دارد، ترمذی در مسئله اسماء و صفات سخن گفته، ابو داود فرزندش ابو بکر ابن ابی داود منظومه دارد، خوب، احمد ابن حنبل فرزندش کتاب دارد، و مثلا سخنهای عبدالله ابن مبارک و سخنهای سفیان ثوری و سخنهای گروه از بزرگی تابعین، اتباع تابعین در کتابهای ابن بطه و در کتابهای سنی خلال و در کتابهای سنی ابن ابی عاصم و در کتاب شریعه آجری و در کتاب لالکایی و بربهاری، اینها همش در کتابها آمدگی های. هر چی که در این کتابها هست مرحبا بیار، اگر ما مخالفی همین ها بودیم پس تو با حکم کن که ما پیروی ابن تیمیه هستیم و پیروی اهل تجسیم هستیم و این آن. لیکن مادامی که برادر ما از سلف پیروی میکنیم، تو باشی امروز میبیایی و این سلف مجسمه میگویی و این سلف مثلا از اعتبار ساقط است میگویی، این دیگر عیب خودی تو هست برادر، که تو هستی که با سلف مخالفت میکنی، نه این که ما برادر. و آنچه که درباره امام دارمی گفتی و آنچه که درباره ابن بطه گفتگی هستی، ما صحبت این صحبت دومی ما هم درباره همین است. یعنی این صحبت دوم ما، قسمت دوم درباره اون است که آنچه که ابو اسماء درباره دارمی و درباره ابن بطه میگوید آیا راست میگوید یا که دروغ است. یعنی وقتی که ما اهل سنت و الجماعت میگوییم که ما از کتاب ابانه ابن بطه فلان صفت برای الله ثابت میکنیم و نمونش هم در همین جه هست، قول سلف در همین کتاب هست، یا که میگوییم که ببینید امام دارمی یکی از علمای امت است و یکی از امامهای اهل سنت و الجماعت در کتابش رد بر بشری مریسی عقیده اهل سنت و الجماعت بیان کرده و ما هم اهل سنت و الجماعت از پس این امام ها میرویم و این سخنها را قبول میکنیم. تو باشی میبیایی میگویی که نه، این دارمی اهل تجسیمه، یعنی این اهل سنت و الجماعت نبود و کتاب این کتابی باطله میگویی. و همچنین وقتی که ما میگوییم که ما در کتاب ابانه امام ابن بطه عقیده اهل سنت و الجماعت بیان کرده فلان است و فلان است، تو میبیایی میگویی که این ابن بطه انسانی چی است؟ میگویی انسانی غیر معتمده، انسانی هست که در میان علما از اعتبار ساقطه، اون چنونه که در مقالهات گفتی. البته خب برادر، پس باید ما این ببینیم که تو راست میگویی یا دروغ میگویی.
آیا در حقیقت ابن بطه و دارمی همچنانه که هستن تو میگویی، یا که تو خیانت کرده ایستادی و تلبیس کرده ایستادی و دروغ میگویی؟ اگر اثبات شود در حقیقت که اینها همین طور هستند، پس ما در اشتباه هستیم و پیروی انسانهای گمراه کردیم. یعنی من ابو مریم یا که یک نفر دیگر طالب علم، یک نفر دیگر گویا که از پسی ابن بطه و از پسی دارمی گمراه رفته ایستاده و تو ابو اسماء این اثبات کردی. لیکن اگر ما اثبات کنیم که ابن بطه و دارمی از ائمه مسلمین هستند، پس تو کذاب هستی. پس تو کذاب هستی که خیانت کرده ای به مردم و تلبیس کرده ای و به مردم دروغ میگویی. یعنی در این صحبت، در این قسمت دوم در همین مورد صحبت میکنیم. خب برادر عزیز، هر کسی که مقاله های ابو اسماء را میخواند، خلاصش همین میشود که شخص با نام دارمی یک انسانی گمراهی هست، اهل تجسیم است و کتابش پر از عقیده باطل است. و همچنین کسی که مقاله‌اش خونده باشد میگوید این ابن بطه گفتنی انسان مورد اعتبار نیستی و این انسان انسانی چی است؟ مردوده. قول او قول اهل سنت و الجماعت بودن نمیتواند و اون چیزهایی که در کتابش ابانه آورده اونها عقیده اهل سنت و الجماعت بودن نمیتوانند. هر کسی که از نام او سخن میکند این عقیده اهل سنت و الجماعت نیستی. ما جواب میدهیم که ابن بطه رحمت الله علیه در کتاب ابانش میگوید که اجمع المسلمون من الصحابه والتابعین ان الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. یعنی مسلمان ها اجماع دارند از صحابه و تابعین که الله عزوجل بر عرشش بالای آسمان هایش. ان همین اجماعی که ابن بطه نقل کرده، به خاطر همین اجماع تو آمدی و ابن بطه را رد کرده بودی و از ذهبی دلیل آوردی گویا که نقل کرده بودی که ابن بطه انسان ضعیف است و این است و آن است. و ما میگویم که تو دروغ گفتی برادر. به خاطر چی؟ به خاطر اون که خوب دقت کن. ذهبی رحمت الله علیه درباره ابن بطه چی میگوید؟ تو چی گفتی؟ دروغ گفتی به مردم. ذهبی درباره ابن بطه میگوید که وكان ابن بطة من كبار الأئمة ذا زهد وفقه وسنة واتباع. الله اکبر. میگوید ابن بطه از کبار ائمه هست. نه آن چنانه که تو میگویی مسکین، نه آن چنانه که تو به مردم خیانت کردی گفتی که ابن بطه در نزد علما اعتبار ندارد، یعنی سخن او اعتبار ندارد. او انسانی بود که نامهای دیگرها را کور میکرد و نام خودش مینوشت و این بود و فلان بود و فلان بود. ذهبی چنین نمیگوید درباره ابن بطه. ذهبی میگوید که ابن بطه کان من کبار الائمه، یعنی از بزرگان ائمه اهل سنت بود. ائمه خالی هم نه، یعنی امامی ساده هم نه، از کبار ائمه بود. ذا زهد و فقه و سنت و اتباع، صاحب زهد، صاحب فقه، صاحب سنت، یعنی این صاحب سنت بود. مثل تو اهل بدعت نبود ابو اسماء. تو اینه به خودت برابر نکن، در حق یک امام مسلمین بهتان کردی و تهمت کردی، تو خیانت کردی. ابن بطه صاحب سنت بود و صاحب اتباع بود، پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم میکرد. صاحب سنت و صاحب اتباع بود، از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی میکردین. این قولی کیه؟ این قول ذهبی درباره امام ابن بطه است. اما تو چیکار کرده بودی؟ تو آمدی و در نوشتهات گفتی که ابن بطه یک انسانی هست که خطاگی‌های در حدیث دارد و بعدم چیزهای دیگری از خودت همراه کردی، گفتی دیگر این قولش اعتبار ندارد، مورد اعتماد نبود. ببین که ذهبی در دوام این گپ دربارش چی میگوید؟ میگوید که ابن بطه از کبار ائمه بود، صاحب زهد و فقه و سنت و اتباع و تکلموا فی اتقانه، فقط در همین اتقانش سخن کرده بودن علما. یعنی ابن بطه عیبش و کمبودیش فقط در اتقانش بود. معنای اتقان، خوب هر طالب علمی که علم حدیث با خبر هست میدوند که معنای اتقان به معنای ضعیف بودن انسان نیست. ابن بطه حتی ضعیف در حدیث نبود، بلکه فقط خلل در اتقانش بود. معنای اتقان چیه؟ اتقن یتقن اتقانا، یعنی که یک چیز در بهترین صورت ادا کردن، یعنی در روایت حدیث در درجه عالی نبود. الحمدلله. و مثل دیگر امام هایی که مشهور به اتقان بودن، مشهور با در روایت حدیث ها متقن بودن، به اون حد نبود. فقط ان همین قدر کمبودی داشت. لیکن تو ان همین کمبودی و همین عیب
بزرگ کردی و در چشم مردم نمایانش کردی و برای مردم چنین وانمود کردی که این ابن بطه یک انسانی کذاب هست و یک انسانی ضعیف هست و کتابی که نوشته است این دیگر موردی اعتبار نیست و اون اجماعی که در کتابش در ابانه نقل کرده او دیگر اعتبار ندارد. به خاطر چی چنین کردی برادر؟ در حالی که ابن بطه امام از ائمه مسلمین در حالی که کتاب او کتاب ابانه را خودی ان همین ذهبی در کتاب علوش همچون دلیل میبیارد سخنهاشه. تو که از ذهبی پیروی میکنی میگویی که امام ذهبی گفته است و امام ذهبی گفته است. در کتاب علو ببین چی میگوید. در کتاب علو سخنی همین ابن بطه را همچون دلیل در موضوع استوا میبیارد و تو میدونی که ذهبی کتاب علوش به خاطر اثبات استوا نوشته که یعنی ابو اسماء خوب میدوند که امام ذهبی رحمت الله علیه کتاب علوی خودشه به خاطر اثبات استوا نوشته گه. لیکن من حیرانم که چطور از این کتاب دلیل میبیارد. این کتاب بر ضد خودشه. و یک اشاره دیگر کوتاه میکنم بعد دوام میدم صحبتی که پیری ابو اسماء کوثری زاهدی کوثری درباره کتاب علوی ذهبی میدونه چی میگوید. میگوید که ای کاش که ذهبی این کتاب نمینوشت. یعنی کوثری درباره همین کتاب علوی ذهبی میگوید که این کوثری درباره کتاب ذهبی میگوید که ای کاش که این کتابش نمینوشت. به خاطر دینش و سمعتش یعنی آبروی خودش ریختین و در دین خودش یعنی برای حفظ خودش برای حفظ دین خودش بهتر بود که این کتاب نمینوشت. به خاطر چی این خیل میگوید؟ به خاطر آخر این کتاب نامی علما را از همین تابعین سر کرده تا امام قرطبی را همه علما را سخنشون درباره اثبات صفت استوا همش نقل کرده گیاد. کتاب امام ذهبی اصلا کتاب علوش همین گونه کتابه و در همین کتابش از همون کتاب ابانه ابن بطه همچون دلیل میبیارد که ابن بطه گفته که مسلمان ها اجماع دارن. پس من حیرانم که ابو اسماء در این مسئله چی جواب میداده باشد. پس ما یا ذهبی را پیروی میکنیم و میگوییم که بله ابن بطه از ائمه ما هست، از ائمه اهل سنت و الجماعت و چطوری که تو امام ذهبی از کتاب ابانش نقل کردی ما هم از این کتاب پیروی میکنیم و این کتاب یکی از کتب اعتقادی اهل سنت و الجماعت میدونیم و ابو اسماء یک کذاب و یک تلبیسگری هست که در حق این امام تهمتی باطل کرده. یا که باید ابو اسماء را پیروی کنیم و علامه شیخ الاسلام ابو اسماء را این دو امام بزرگوار امام ابن بطه و امام ذهبی را رد کنیم. گوییم که شماها اشتباه کرده هستید و شما ابن بطه ضعیف پیروی کرده استادید گفته ما هم ابن بطه را رد کنیم و هم ذهبی را رد کنیم که کتاب ابانه ابن بطه را اجماع از اون کتاب نقل کرده. شما باید خودتان اختیار کنید اکنون ما کی را پیروی میکنیم. امام از کبار ائمه اهل سنت و الجماعت پیروی میکنیم یا که ابو اسماء را باور میکنیم. این یکم مسئله. مسئله دیگر درباره امام دارمی رحمت الله علیه. امام دارمی کی هست و آیا آنچنانه که ابو اسماء در حق این امام میگوید که این مجسم بود و این کتابش فلان بود و فلان بود آیا درست میگوید؟ ببینید که وقتی که امام ابو داود صاحب سنن سوال کردن درباره امام دارمی رحمت الله علیه گفتند که درباره عثمان ابن سعید دارمی چی میگویی یا که درباره او یعنی چگونه انسان است عثمان ابن سعید دارمی. امام ابو داود میگوید که منه تعلمنا الحديث یعنی ما حدیث از همون دارمی آموختیم. این گپ کی میگوید؟ این گپ یکی از علمای امت میگوید یعنی امام های اهل سنت و الجماعت یعنی ابو داود میگوید این گپ. و این دارمی کی هست؟ این دارمی از هم اقرانی یعنی هم اسرا و اقرانی بخاری هایی که از امام احمد ابن حنبل حدیث گرفته گیاد، از اسحاق ابن راهویه و یحیی ابن معین و علی ابن مدینی و علم فقه از بویتی صاحب امام شافعی گرفته گیاد. همین گونه انسان این کذاب میگوید که این چی است؟ مجسمه. ابو داود میگوید که ما حدیث از همین دارمی آموخته هستیم. این کذاب میگوید که این مجسمه. سبکی خودش اشعری های. سبکی اشعری های. درباره دارمی چی میگوید؟ میگوید دارمی محدث هرات و احد الاعلام الثقات یعنی محدث هرات یکی از بزرگانی باوریناک است. آیا می شود که سبکی که اشعری های درباره امام دارمی چنین گوید که محدث هرات یکی از بزرگانی باوریناک؟
حافظ ابو سعید الدارمی محدث هرات احد الاعلام الثقات. یعنی ما این انسان ها رو باور کنیم و در حق امام دارمی چنین اوصاف نیک باور کنیم، یا که ابو اسماء را باور کنیم که میگوید که این مجسم است. ابن حبان در کتاب ثقاتش چی میگوید درباره امام دارمی؟ میگوید که احد ائمه الدنیا، احد ائمه الدنیا، یکی از امامان دنیا. پس یا ابن حبان باور میکنیم که میگوید دارمی یکی از ائمه دنیا بود، یا که ابو اسماء رو باور میکنیم که این دارمی یک انسانی چی است؟ مجسم است و انسانی هست که عقیده یهود در کتابش جا کرده. شما خودتان باید اختیار کنید شما کی را باور میکنید. و من میگذرم به یک چیز عجیب، همون شبهه‌ای که ابو اسماء مطرح کردگی است در مقالش. میگوید که ذهبی گفته است که در کتابش علوم که این دارمی غلو کردگی هست در اثبات و باید ساکت میشد و این منهجی فلان بود و فلان بود و فلان بود. یعنی همون شبهه‌ای که ابو اسماء مطرح کردگی است من همون شبهه را جواب دهم. اولا ابو اسماء از خودش سوال کرده است که برای چی امام ذهبی در کتاب علوم نام امام دارمی را گرفتگی است. یعنی اصلا نگاه از خودش سوال کردگی است که برای چی عثمان ابن سعید دارمی را ذهبی در کتاب علومش ذکر کرده. اگر والله همین سوال به خودش میداد و درباره جواب همین سوال اگر فکر میکرد، هیچ وقت چنین خودش رسوا و شرمنده نمیکرد. شما ببینید برادرها که وقتی که از ذهبی نقل میکند همین سخنه، لیکن خودش نمیداند که اصلا ذهبی در کتاب علوم به خاطر استدلال کردن و به خاطر بیان عقیده اهل سنت و الجماعت نام عثمان دارمی را ذکر کرده. یعنی این کتاب علوم اصلا برای دلیل آوردن از سلفه، یعنی ذهبی قول تابعین و اتباع تابعین و علمای امت برای اثبات استوا ذکر کرده. از جمله همین امام هایی که سخنشان از کتابهاشون نقل میکند در مسئله استوا، یکیش همون عثمان ابن سعید دارمی هست. در کتابش میگوید که یکی از این امام ها کی است؟ عثمان ابن سعید دارمی هست که در کتابش رد بر بشری مریسی اتفقت الكلمه من المسلمین ان الله فوق عرشه فوق سماواته. یعنی مسلمان ها سخنشان بر این متفق شده که مسلمان ها همش به همین سخن هستند که الله عزوجل بالای عرشش هست و بالای آسمان هایش، فوق عرشه فوق سماواته. این از کدام کتاب میبیارد؟ این از کتابی همون کتابی که ابو اسماء میگوید این کتاب یهودی است، این کتابی هست که پر از تجسیمه. ما کی را باور کنیم؟ ما امام ذهبی را باور کنیم که از این کتاب درباره الله دلیل گرفته، یا که نقلی علمای سلف همچون علمای سلف گفته از اونها درباره الله شناختن دلیل آورده؟ از کتابی که امروز ابو اسماء میگه این کتاب کتابی چیه؟ پر از تجسیم است و این کتاب درباره الله عزوجل فلان گفته است و فلان گفته. کی را باور کنیم؟ ذهبی را باور کنیم یا که این ابو اسماء جاهله؟ یعنی پیش از آنی که همین سخن گفتی و این چیز فکر نکردی که آخر این کتاب برای چی ذکر کرده؟ این نام عثمان ابن سعید دارمی را در کتابش برای چی ذکر کرده؟ برای چی نمیخونی؟ اون من نمیدونم کتاب‌های تو ورقش یکتاش هست و ورقش یکتاش نیست، یا که اون کتاب‌های تو نصف ورق دریدگی است چیه؟ من نمیدونم. سخن‌ها را قیچی میکنی تو چیکار میکنی؟ نصف سخن ذهبی رو میگیرد و نصف دیگرش کور میشد، نمیبیند. یا من چطوری که گفتم این کتاباش بی ورق هستن چی هستن والله نمیدونم. برای چی چنین میکنی؟ درباره ابن بطر هم همین طور کردی، درباره امام دارمی هم همین طور. درباره دارمی قسمی از سخنهای ذهبی را آوردی، لیکن برای چی سخنهاشو گفته و عقیده امام دارمی را ذهبی در کتابش آورده اونها را ندیدی؟ لیکن من اون شبهه‌ای که گفتی اونم جواب میدم ان شاء الله. یک چیزی دیگر هم ذکر کنم در اینجا. میگوید که یعنی امام ذهبی درباره عثمان ابن سعید دارمی در کتاب علومش میگوید که خلاصه در کتابش همین اجماع را نقل کرده، اجماع نه بلکه اتفاق نقل کردگی هست و سپس با یک روایت دیگر میبیارد، میگوید که الله عزوجل فوق عرشه یعلم و یسمع من فوق العرش. الله عزوجل بالای عرشش است و میشنود و میبیند از میداند از بالای عرشش. لا تخفى عليه خافیة من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء. یعنی هیچ چیزی برای او پنهان نمیموند و هیچ چیزی بین او و بین بندهاش هیچ چیزی را نمیپوشاند. میگوید که بعداً در مدح او میگوید که قال ابو الفضل الفرات ما رأينا مثل عثمان ابن سعید ولا رأى هو مثل نفسه.
یعنی در فضلی عثمان ابن سعید دارمی سخن میکند. امام ذهبی میگوید که ابوالفضل الفرات گفته که عثمان ابن سعید دارمی مثل عثمان ابن سعید دارمی و عالم دیدگی نیستیم و او مثل خودش انسان دیدگی نیسته. این بومینه چخیل مدحش میکند. و یک چیزی دیگر اضافه کنم، اشاره کنم که در مقاله ابو اسماء اومده که میگوید که اون دارمیه که سنن دارد، سنن دارمی وای دیگر است و این دارمی دیگه های. یعنی به این سخنش میخواهد گوید که اون دارمی مقبول است و این دارمی مقبول نیست، این مجسمه هست. اما ذهبی در کتابش چی میگوید؟ سبحان الله، یعنی عیناً فکر میکنی که گویا که این کتاب برای شرمندگی ابو اسماء نوشته شده باشد. یعنی گویا که همین بابی که خودش از همین کتاب آورده گویا که اصلا برای شرمندگی خودش باشد. تو فکر نکردی که برادر همون کتاب یک بار خونی که خودت رسوا نکنی. تو در اون کتاب و در اون مقالت نوشتی که این دارمی دیگر است و اون دارمی دیگر های و این دارمی مقبول است و محدث سنی های و اون دارمی دیگر چی است؟ خب بیانش کرده مجسمه های. لیکن ذهبی میگوید که وما هو فی العلم بدون ابی محمد الدارمی السمرقندی، یعنی که این دارمیه که عثمان ابن سعید دارمی های از اون دارمی در علم و دانش موندنی ندارد، یعنی یگون کمیه ندارد. هر دوش از ائمه مسلمین اینها. خوب، چیزی دیگر بعدن سخن ذهبی رو میگوید که امام ذهبی گفتگی هست که و فی کتابه بحوث عجیبه مع المریسی یبالغ فیها فی الاثبات، یعنی که در کتابی رد بر بشری مریسی بحث های عجیبه دارد. بحث های عجیب اینجا به معنی عجیب به معنی انکار نیست عجیب، بلکه به معنی خوش. وقتی شما میگید عجیب سخن کرد یعنی سخن های خوب گفت، یعنی سخن هاش در حقیقت به یک درجه عالی بودن که من تعجب کردم. شما خوب دقت کنید، حاضر براتون بیان میکنم. میگوید که فی کتابه بحوث عجیبه مع المریسی یبالغ فیها فی الاثبات، مبالغه میکند، زیاده روی میکند در اثبات. کلمه مبالغه را از من مثالتون میبرم که ذهبی به چی معنی گفتگی هست. و السکوت عنها اشبه بمنهج السلف فی القدیم والحدیث، یعنی میگوید اگر ساکت میشد، یعنی عثمان ابن سعید دارمی همین بعضی قولهاش که در مورد اثبات هم بعضی صفات ها هست سکوت میکرد، همونها رو نمیگفت، به منهج سلف مانندتر بود. الان یک سوال پیدا میشد که همین مبالغه که امام دارمی در اثبات صفات ها کرده و ذهبی همین میگوید که ای کاش که نمیکرد، در حق کیها گفتگی است میدونید برادرها؟ والله من حیران میشم در حق این ابو اسماء که همین سخن میگیرد و در حق یک عالم از علمای امت بدنام، یعنی تهمت میکند و یعنی سخنی باطل میگوید. یک بار اگر همین کتاب علو میخوند ببینید که ذهبی همین سخن درباره با کیها میگوید. محمد ابن اسحاق امام اهل المغازی، یعنی غیر از امام عثمان ابن سعید دارمی همچنین درباره محمد ابن اسحاق امام اهل المغازی میگوید که مبالغه میکرد در اثبات صفات. همچنین درباره امام الائمه ابن خزیمه هم همین گپ میگوید. یعنی ذهبی درباره ابن خزیمه هم همین گپ میگوید کان من غلات المثبته، یعنی ابن خزیمه از همون غلو کننده ها و زیاده رونده ها در اثبات صفات بود. تصور کردی است که ذهبی درباره کی سخن میکند؟ درباره ابن خزیمه امام الائمه. برای برادرهایی که طالب علم هستند میگویم که درباره ابن خزیمه هم ذهبی همین گپ میگوید که کان من غلات المثبته، از زیاده روها و از غلو کننده ها در اثبات صفات ها بود. باز درباره کی میگوید این گپ؟ درباره شیخ الاسلام انصاری. شیخ الاسلام انصاری کی است؟ خب معلومه صاحب کتابی، یعنی صاحب کتاب همون اصل مدارج السالکینه که ابن قیم است. یعنی این یعنی شیخ الاسلام انصاری را طالب علم ها میدونن که چی بزرگی دارد و چی مقام و منزلت دارد. درباره شیخ الاسلام انصاری را میگوید که این مبالغه میکرد در اثبات صفات ها. پس چی شد؟ حال ابو اسماء بعد خوندن این مثال ها چی میشود؟ پس ذهبی مقصدش چیه؟ اگر ما سخن ذهبی را به اون معنیه که ابو اسماء فهمیده برای مردم شرح میکند فهمیم، پس ابن خزیمه هم انسانی مجسمه، شیخ الاسلام انصاری هم مجسمه و محمد ابن اسحاق امام اهل المغازی هم چی است؟ مجسمه. همشون مجسم شدن، این علمای امت همش مجسم شدن. پس ببینیم که مراد ذهبی چه از این سخن. و این ابو اسماء جاهل
برای چی این چیزها رو نفهمیده خودش به این موضوع وارد میکند و خودش شرمنده و رسوا میکند؟ و چیزی دیگر این که اگر این کتاب‌های مردود میبودن، یا ابو اسما، اگر این کتابی که امام عثمان ابن سعید دارمی نوشته کتابی مردود میبود، کتاب اهل تجسیم میبود، ذهبی در کتاب علوش برای چی از این کتاب استدلال کرده؟ آیا میشود که ذهبی برای ایمان، درباره ایمان به الله، درباره صفاتهای الله از کتابی کفری مثال بیارد؟ یعنی اگر حاضر ما ابو اسما را پرسیم که درباره کتابی رد بر بیشینی مریسی چی حکم میتی، یعنی درباره همین کتاب چی میگویی؟ میگویی این کتاب کفری است، این کتاب اهل تجسیم است، این کتاب پر از کفریات است و عقیده یهود است. خب تو این طور سخن میکنی درباره کتابی امام دارمی، لیکن امام ذهبی از همین کتاب ایمان به الله نقل کرده، درباره صفاتهای الله نقل کرده. خب کی را باور کنیم؟ ذهبی را باور کنیم یا کی را باور کنیم؟ تو میگویی که امام دارمی اهل تجسیم است و دلیلش هم ذهبی است، ذهبی فلان گفته است و فلان گفته است. آیا همون قول‌هایی که ذهبی درباره مبالغه در اثبات صفات گفته است در حق اگر دارمی تجسیم باشد، چوری که تو به عقیده باطلی خودت فهمیدیش، به فهم سقیم خودت فهمیدیش، اگر همه خیلی فهمیمش، پس ابن خزیمه هم مجسم است، شیخ الاسلام انصاری هم مجسم است و محمد ابن اسحاق هم مجسم است. درباره 3 نفر 4 نفر این گپ میگوید. یعنی در کتاب علوش درباره 4 نفر انسان میگوید اینها غلو کننده و زیاده رونده در اثبات صفاتها بودند. لیکن این معنی اون ندارد که اینها در حق الله عزوجل یک چیزی باطل را گفته باشند. این فهم سقیم انتهى، این فهم سقیم انتهى. اون روایت هایی که از کتابی رد بر بیشینی مریسی آوردی، والله اونها را تو نفهمیده شرح دادگی هستی، تو اونها را کاپی کردگی، تو اونها را نسخه برداری کردگی از سایت های استاد سید فوده. من اونها را جواب میدهم، لیکن حیفی وقتم میشد که تو بر این انسان جاهل وقت صرف کنم و بعد از اون همه بیان حالی تو، بیان حالی جهالتت، من همراه تو بحث مناظره کنم. این از حالی تو، این از جهالتی تو که موضوع را نفهمیده، سخنی ذهبی را نفهمیده، در حق یک امام یک تهمتی باطل کردی، در حق یک امام مسلمین تهمتی باطل کردی و اون امام به تجسیم نسبت دادی. اگر او از اهل تجسیم می بود مگر ابو داود میگفت که ما حدیث از او آموختیم؟ اگر او از اهل تجسیم می بود مگر سبکیش یعنی اشعری میگفت که او یعنی احد الاعلام الثقات؟ آیا اگر او اهل تجسیم می بود، اگر ذهبی در کتابش او را اینقدر مدح میکرد، میگفت که مثل او انسانی ندیدیان و او هم مثل خودش انسان ندیده، یعنی در علم و دانش، در بزرگی و در مرتبه، و اگر او از اهل تجسیم می بود، ذهبی در کتاب علوش از او مثال می آورد در مورد استوا بر عرش. این به کدام عقل تو این تهمت در حق امام کردی؟ پس مشکل در عقلی تو است، در فهمی تو است که آنچه که در کتاب رد بر بیشری مریسی آمده تو او را نادرست توجیه میدهی، تو او را نادرست بیان میکنی، فقط به خاطر یک چیز. اصلی موضوع اگر بازگردیم، میخواهی که از قبول کردن آنچه که در این کتاب آمده گریزی. اما ما چیکار میکنیم اهل سنت و الجماعت؟ ما میگوییم که امام دارمی رحمت الله علیه از امامهای اهل سنت و الجماعت است و کتابش نقض علی البشر المریسی یکی از کتب اعتقادی اهل سنت و الجماعت است، یکی از کتبی هست که ما از او عقیده اهل سنت و الجماعت می آموزیم و رد اهل بدعت می آموزیم. امثال تو بر این انسانهای جاهله ما این کتابا را قبول داریم. تو اگر قبول نکنی مشکلی تو است، تو اگر قبول نکنی این دیگر مشکلی تو است. تو اگر در حق امامهای مسلمین مجسم گویی و مشبه گویی و فلان و فلان گویی، اگر این دیگر اختیاری تو است. و من در آخر یک چیز دیگر من در اینجا ذکر میکنم. اون برادرهایی که از حال این ابو اسما بیخبر هستند، خوب کمی دیگر انتظار شوند، درباره دیگر امام ها هم همین کار میکند. یعنی چطوری که دیگر پیرهاشون درباره کتابی توحید ابن خزیمه امام الائمه هست، درباره ابن خزیمه یکی از همین اشعری ها و یکی از پیرهای همین ابو اسما میگه این کتاب توحیدش کتاب شرک. تصور کنید که یک انسان جهالتش و تعصبش و پیرویش از بدعت به درجه میرسد که درباره کتابی عقیدوی امام از ائمه مسلمین میگوید که چی است؟ این کتاب شرک، این کتاب توحید نیست. این از حال اینها. این ابو اسما هم بعد چند وقت این کارو میکند. اگر ما آینده در دیگر کتاب ها را مثال بیاریم، اگر
اون کتاب ها رو همین طور میکنند، میگوید این کتاب مقبول نیست، این کتاب از اعتبار ساقطه، این انسان مجسم است، این انسان مشبه است، این امام اهل سنت و الجماعت نیست و همین طور ادامه دادن میگیرد. و من در آخر یک طلب دیگر میکنم، اگر یعنی جوانمردی کند، اگر قدرت داشته باشد، بیاید درباره کتاب ذهبی صحبت میکنیم. این کتابی علوی که از یعنی امام ذهبی تألیف کردگی هست، ما همین قبول داریم. اگر بیاید همین قبول کند، پس ما هر دو در یک عقیده بدیم. لیکن اگر آنچه که ذهبی در کتاب علوش میگوید قبول نداشته باشد، دیگر برادرها شما فهمید که این ابو اسما کی است. اگر راضی باشد و اگر یعنی جوانمردی کند، بیاید همین کتاب علوی امام ذهبی را میان ما میگذاریم، از اولش تا آخرش به شرح و به هیچ چیزی، فقط همون متنش میخونیم، هر یک جملهش برای مردم ترجمه میکنیم، هر یک جملهش برای مردم ترجمه میکنیم، درباره کتاب صحبت میکنیم، بگذار مردم بینند که عقیده ذهبی در این کتاب چی است و امام ذهبی در این کتابش، در کتاب علو چی میخواهد گفتن، و درباره عثمان ابن سعید دارمی چی میگوید در این کتابش، و درباره ابن قتیبه چی میگوید، ابن ابی عاصم چی میگوید، احمد ابن حنبل و ابن ترمذی و ابو داوود و سهلی تستری و ابن ماجه و ابن ابی شیبه و مسلم، امام مسلم و بخاری و همه اینها عقیده همه همینها را در کتابش آورده. مرد هستی بیا هر دو ما این کتاب میخونیم، میانی مردم آنچه که ذهبی در این کتابش گفته نشرش میکنیم. این عقیده اهل سنت و الجماعت. حاضر هستی یا نیستی؟ لیکن آمده یعنی وقتی که کتاب‌های اهل سنت و الجماعت پنهان میکنی، کتاب‌های اهل سنت و الجماعت رد میکنی، میگوی اینها فلان هستند و فلان هستند، بعد از پشتی ادنا کلاسنیک ایستاده، از پشتی واتساپ ایستاده، در حق برادرها، در حق جوانهای اهل سنت و الجماعت تهمتی باطل میکنی که اینها مجسم هستند و مشبه هستند. این نامردی است، این دروغ گفتنه که تو پیروی اهل سنت و الجماعت هستی. تو پیروی اهل سنت و الجماعت نیستی. برای مثال با یک بار دیگر میگویم، کتاب‌های اهل سنت و الجماعت که 300 سال پیش 400 سال پیش نوشته شدگی هستند، تا آمدن اشعری و حتی بعدی آمدن اشعری هستند، یعنی بعدی اشعری هم، کدام کتابی که میخواهی، آیا حاضر هستی که همون کتاب‌ها را برای مردم نشر کنی و گویی که به یگان شرح و به یگان چی، فقط ترجمه کن، همون کتاب‌ها رو ترجمه کن، کتاب سنی خلال ترجمه کن، مرد شو، کتاب شریعه آجری را ترجمه کن، همین کتابی ذهبی را کتاب علوش برای مردم ترجمه کن، جمله هاشه ببین درباره اسماء و صفات چی میگوید، درباره استوای الله بر عرش چی میگوید. برای چی نمیکنی؟ برای چی بعد این همه فریب و نیرنگ و تلبیست میبیایی و از الله نترسیده شکایت میکنی که اینها مجسمه هستند و اینها مردم گمراه کردند و من جوانها دلم برای شما میسوزد و فلان و فلان. و این گپای این شایعه کنار گذار. دلت برای جوانها میسوخت اگر تو کتاب‌های اهل سنت و الجماعت طعنه نمی‌کردی، تو برعکس مردم به پیروی اهل سنت و الجماعت دعوت می‌کردی. تو باید مردم به دعوت می‌کردی که کتاب‌های اهل سنت و الجماعت پیروی کنن. اگر تو دلت حقیقتا برای مردم تاجیک میسوخته باشد، نه این که کتاب‌های اهل سنت و الجماعت، امام‌های اهل سنت و الجماعت طعنه کنی و مجسم و مشابه و این چنین سخن‌ها گویی و بعد مردم دعوت کنی به پیروی سید فوده، مردم دعوت کنی به پیروی زاهدی کوثری، مردم دعوت کنی به پیروی ماتوریدی. برای چی پیروی ماتوریدی جایز بدای، پیروی کوثری جایز بدای، پیروی ابن سعید فوده جایز بدای، پیروی علامه شیخ الاسلام ابو اسماء جایز بدست و ابن بطه و دارمی و این بزرگها همش انسان‌های مردود میشدند و مجسم و مشابه میشدند. این کدام دین است و کدام عقل؟ این است برادرای عزیز، یعنی قسمت دومی صحبت ما و من در همینجا خلاصه میکنم صحبت و به همین کافی هست تا که شبهات او فهمیده شد که این اصلا چی منهج دارن، اینها چی میخواهند. اما اون شبهاتش که گویا که از کتابی رد بر بشری مریسی میگوید که فلان گفته است و وی حرکت گفته است و وی ششتن در بالای عرش گفته است، این گفته است، اینها همش از فهم سقیمشن، اینها همش از فهم سقیمشن، فقط کنده کنده سخنهای امام دارمی را کنده ترجمه کردگی های. هر کسی که طالب علم باشد و همین دو صحبتی که ما کردیم گوششان کند، من براش فقط یک چی میگویم، والله اگر برادران همین کتابی رد بر بیرشری مریسی اگر همین کمبودی ها داشته باشد، ما هم با شما هستیم پرتشون دیگر کتاب های سلف گوش کنید. لیکن چنین نیست. الحمدلله که چنین نیست. همه این کتاب ها کتاب های اهل سنت و الجماعت هستند. کسی که اینها را منصفانه میخواند و با عقیده سالمی با عقل سالم اینها را نظر میکند، در یگون جاش نه تجسیم هست و نه تشبیه هست. فقط اینها که خودشون
فهمی سقیم دارن، فهمی بیمار دارن، عقلی خلل دار شدگی دارن و علم کلام آموخته شدگی عقلشون، اینها دیگر در هر یک سخن سلف یک عیب میکاون. فقط به خاطر یک چیکار کنیم این کتاب ها را رد کنیم، چیکار کنیم این امام ها را رد کنیم تا که مردم از اینها پیروی نکنند. و من هم میگویم والله من هیچ کس به دعوت به خودم نکردیم، دعوت به ابن تیمیه نکردیم، دعوت به محمد ابن عبدالوهاب نکردیم. هر کتابی که از سلف در مورد بیان عقیده اهل سنت و الجماعت نوشته شدگی های، همون کتاب ها را پیروی کنید. عقیده اهل سنت و الجماعت همینه. همون کتاب هایی که سلف در مورد عقیده نوشته هستند همونا را پیروی کنید. از این زیاد بود دیگر چی هست؟ دیگر هر یک انسانی عاقل و منصف همین قدر براش کافیه تا که حق پیدا کند. بارک الله فیکم. و من در همینجا دیگر صحبت خاتمه میدهم، نمیخواهم دیگر در مورد اسماء و صفات با اینها صحبت کنم. فقط یک شرط باقی میموند، اگر جوان مردی کند بیاید کتاب علوی امام ذهبی را میخونیم، در اطراف همین کتاب صحبت نکنیم. نه اگر چنین کار نکرد دیگر اختیارش است، هر چی دیگر فتنه که میکند، هر چی دیگر سفسطه هایی که مینویسد و نشر میکند، این دیگر باقی اختیارش به خودش است. من دیگر سر این موضوع ها باز نمیگردم. کاری از این مهمتر و نیکتری دارم تا مشغول شدن به این انسانی کذاب و مدلس. و الله هدایتت کند که دیگر اینقدر تهمت و بهتان در حق امام های مسلمین نکنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.